عزیز، نامی من سوها است. این لحظه من به شما مستقل بودن را می آموزم. اگر خواهید که مستقل باشید و خود را اداره کرده توانید، پس خوب گوش کنید. دوستان عزیز، در بسیار حالات ما در خانه تنها میمونیم. همین طور البته چنین روزها می شوند. بسیاری از ما ساعت 12 به مکتب می رویم، یعنی دویم بس درس می خوانیم. درست است، والدینمون از سحر به کار می روند و مجبور می شوند که ما رو در خانه تنها بمانند و ما باید که خودمون به مکتب برویم. خیر چی؟ مثلا من الکی صنف 2 شدم، الکی کلانه کک شده ام. از عهده همه کار می برایم. خودم رو عهده کرده به مکتب نیست تنها رفته می توانم. در خانه از تنها بودن نمی ترسم و من مستقل بودن پسند است. با شما چی؟ باوری دارم که به شما نیست پسند است. همسالانی عزیز، برای مستقل بودن ما باید یک چند خاصیت ها رو بدونیم. مثلا هنگامی در خانه تنها موندن ما باید به هر گونه اشیاءهای نالازم و خطرناک دست نزنیم. اون چیزهایی که به ما دخل ندارن کنجکاوی کرده از جا به جا نکنیم. بهترش تا آغاز ساعت درسی وظیفه های خانگیمون رو اجرا کنیم. دوستان، اگر وقتی درس قریب شده باشد، پیش از خانه برآمدن حتما یک مرتبه به حجره‌تان نظر افکنید. مطمئن باشید که همه لوازمات خانه جا به جا باشند. تجهیزات‌های برقی را از برق آزاد کنید. تیره‌های خانه‌تان را بپوشید. جمعکی آب را محکم کرده در خانه‌تان را خوب قفل کنید. انا بعد به مکتب بروید. اگر در داخل درآمدگاه لیفت خانه‌تان کسی از بیگانگان باشد، بهترش وزینه پای فرایید. هنگامی از راه گذشتن حتما به چراغک اعتبار دهید. رنگ چراغک سبز که شد می توانید گذرید. در راه با یگان آدمی بیگانه همراه نشوید. با سخنان شخصی بیگانه هیچگاه باور نکنید و با او سخن نگویید. با سوار شدن اتوبوس نیز سراسیمه نشده آرومک داخل شوید. در داخل اتوبوس نیز خود را اداره کنید که مبادا خوابتان نبرد. همسالانی عزیز، کوشش کنید که بعد از درس راست به خانه برگردید. هیچگاه پس از درس به یگان جای دیگر نروید، وگرنه کوچه تاریک شده به حالتهای ناگوار دچار میشوید. شب در کوچه ماندن بچه خوب نیست. همیشه در یاد داشته باشید در خانه والدین شما را انتظارند. خوب، این بود چند مصلحتی که من به شما دادم. استفاده برید و مستقل بودن را آموزید. خیر.